گفتنی‌های دکتر صاحب جمشید رسا درباره محفل عروسی ویدیو رو تا آخر ببینید، نظریاتتان در کامنت ها برام بگویید. بهترین محفل عروسی همون است که با کمترین مصرف صورت بگیره، مخصوصا وقتی مشکل اقتصادی داریم. اگر یک کسی مثلا پول زیاد داره خب میخواد یک محفل عروسی کلانتر بگیره، او اختیار خودش از هر چند اما مصرف میشه و اسراف امر ناپسند است. و جاش میتونه آدم یک کار خیریه کنم، پول به یک مکتب، به یک پول، به یک محصلی که میخواه برای درس بخونه کمک کنه، چی خوب میه. یا ادعای پولداری زیادی که داره خیر، اونم پولی که دارسی مصرف میکنه اونم قدرش داره یک امر خیر رو مصرف کنه. اما بر صورت طرف بحث این کسایی است که زندگی متوسط دارن. حیف نیست که شما مصارف بیجای کنین و بعدش یک سال قرضدار بانین. اینال شما دامادی را تصور کنین که یک سال بعد از عروسی قرضدار است. دیگه ذهن از کجا خوب کار میده، کجا از زندگی زناشویی لذت میبره، حتی فعالیت های جنسیش خراب میشه به خاطر که روانش خراب است. و شما میفهمین بر فعالیت های جنسی یک مرد بر علاوه سیستم جنسی، سیستم روانی و هیجانی عاطفی باید همزمان درست کار